خب میخوام نقاط تزریق پروفایلو رو بگم که توی 5 نقطه تزریق میشه که این 5 نقطه توی لیفت شدن صورت تأثیر داره. نقطه اولش برجسته ترین قسمت استخوان گونه که بهش میگن زایگوماتیک پروتوبرنس، که در واقع از ظاهر، یعنی از روبرو به مریض نگاه بکنی یا از بغل، برجسته ترین قسمت استخوان گونه میشه همون نقطه اول، به شرطی که لترال به گوشه خارجی چشم باشه. نقطه دوممون در واقع محل تلاقی خطوط هیندرلاین هست که نقطه دوم تزریق یه خط از دم ابرو به گوشه لب، یه خط از پایین آلا به بالای تراگوس. نقطه تلاقی این دو خط میشه نقطه دوم ما که این هم باید در واقع لترال به میت پاپیل باشه. نقطه سوم نقطه انتریور تراگوسه که توی فاصله 1.5 سانتی در مقابل تراگوس قرار میگیره که اگر بخواین مطمئن بشین از مریض میخواین که دهنش رو باز بکنه، اون مفصل زیر دستتون تکون میخوره و همون میشه نقطه مناسب تزریق. نقطه بعدی هم زاویه فک یا مندیبولار انگله. این راموس، این بادی، محل اتصالشون میشه همون زاویه فک یا مندیبولار انگل که در واقع این نقطه در امتداد آلای بینی و 1 تا 1.5 سانت بالاتر از قسمت تحتانی صورت نقطه مناسب تزریق ما هست. نقطه پنجم هم دو طرف کریز منتوم هست که اگر بخوایم با خطوط مشخصش بکنیم، یه خط از گوشه لب عمود به پایین و یک خط هم در واقع میدلاین چانه رو میکشیم، این دو خط رو به هم دیگه وصل میکنیم به صورت ضربه دری و نقطه تلاقیشون میشه نقطه پنجم. خب زاویه تزریقمون هم توی تمامی نقاط به سمت داخل و به سمت مدیال صورت، بجز این نقطه که در واقع به سمت لترال، برای اینکه از اینفرا اوربیتال فورامن که اعصاب و عروق و شریان ازش رد میشه دور بشیم. سوزن خود پروفایل و گیجش 29 ولی شما میتونین حالا 29 30 یا حتی 31 استفاده بکنین. با زاویه 30 تا 45 درجه وارد میشیم، 1 سانت از طول نیدل رو وارد میشیم، آسپیره میکنیم با توجه به اینکه های مولکولار ویت هست و تزریق در هر نقطه به اندازه 0.2 یعنی 2 خط ریز انجام میشه.